سلام و درود به همه شما یوگیای عزیزم. خیلی خوش اومدید به امروز که قرار اینجا در کانال یوتیوب راجع به بهترین رژیم غذایی که تا امروز دیدم، تجربه کردم و هنرجوها هم تجربه کردن و نتایج فوق‌العاده‌ای گرفتن صحبت بکنیم. برای امروز ما حتما به کاغذ و قلم نیاز داریم چون کلی چیز باید یادداشت بکنی برای خودت. برو آماده کن و برگرد. این سبک زندگی یا رژیم غذایی رو من اسمش رو گذاشتم 555، یعنی رژیم 555. خب خودم اختراعش کردم، دوست دارم که این شکلی براش اسم بذارم، ولی خب دلیلم داره. بچه ها، از نظر معنوی عدد 555 رو وقتی که زیاد میبینی، مثلا توی نمیدونم دیدی بعضی روزا بعضی اعداد رو زیاد میبینی، به معنی اینه که انگار در بعد انرژی‌های در بعد معنوی زودتر داره به تو خبر داده میشه که قرار یک تغییر در زندگیت اتفاق بیفته. این رژیم هم خیلی تغییر بزرگی ایجاد میکنه و سریع هم این کارو میکنه. یعنی از همون روز 24 ساعت اولی که این مدل غذایی، این سبک غذایی رو اجرا میکنی، کلی تغییرات میبینی. یعنی همون 24 ساعت اول حداقل 2-3 تا تغییر خاص رو در خودت میبینی. این رژیمی نیست که الان تو بری گوگل بکنی بزنی رژیم 555 بگن که آره مثلا همچین رژیمی وجود داره. نه، این سبک غذایی منه که خودم امتحان کردم در نتیجه تجربه سبک‌های غذایی مختلف و دیگران، یعنی هنرجوها، بچه‌ها تو پیج اینستاگرام، توی کانال تلگرام و توی اپلیکیشن که با من تمرین میکنن هم تجربه کردن و نتایج فوق‌العاده‌ای گرفتن. این رژیم ویژیتریان نیست، رژیم وگن نیست، رژیم خامگیاهخواری نیست، رژیم قلیایی نیست، رژیم همه چیزو هر جوری دلت خواست بخور هم نیست. من اینایی که برات نام بردم همه رو دوره‌های زمانی مختلف، بازه‌های 1 ساله، 2 ساله، چند ماهه امتحان کردم. همشون خوبی‌هایی داشتن اما نقص‌هایی هم داشتن. پس نتیجه تمام اون رژیم‌ها که در طول سال‌های مختلف تجربه کردم رو جمع کردم یه جا و شد این سبک غذایی که بهت میگم. پس از یک نظری میشه گفت اصلا رژیم نیست، یه جور مدله، یه جور نگرش به غذا خوردنه. چون وقتی میگیم رژیم همه فکر میکنیم رژیم یعنی یه سری اصول سفت و سخت با شمارش دقیق وعده‌های غذایی و نمیدونم کالری که مصرف میکنیم و بعدش هم توی بازه زمانی مثلا کوتاه یا مشخصی به یک نتیجه‌ای مثل لاغری رسیدن. نه بچه ها، این رژیم یا بهتر بگم سبک غذایی این کار نمیکنه. این یه مدل لایف استایل، یه جور سبک زندگی. این سبک غذایی تمام نیازهات رو برآورده میکنه. میخوام چند تا نتیجه رو بهت بگم که در بازه زمانی که این سبک غذایی رو اجرا میکنی به دست میاری. گفتم بازه زمانی، تو میتونی این مدل غذا خوردن و این رژیم 555 رو بگی من 1 هفته میخوام اجرا کنم، 21 روز، 40 روز، 3 ماه یا شاید هم برای همیشه اجراش کنم. مثل خود من که بیشتر مواقع در حال اجرای این روش غذا خوردنم، این روش تغذیه کردنم. ولی خب حالا پیش میاد روزهایم که نمیتونم رعایتش کنم، ولی در اکثر مواقع این رو دارم. پس یک رژیم سفت و سخت نیست. این نتایجی که میبینی برای هنرجوهایی که فقط 1 هفته است که این مدل غذایی رو اجرا کردم. مثل چه نتایجی؟ اول از همه بالا بودن سطح انرژیته. دیدی وقتی غذا میخوریم بعدش انگار بیحال میشیم، بعدش انگار خسته ایم، دلمون میخواد چرتی بزنیم، وای از اینکه سر کار باشیم و غذا بخوریم بعد بخوایم دوباره بریم بشینیم به کارمون ادامه بدیم. خب خیلی سخت میشه. یا در طول روز وقتی یه چیزی میخوریم، مثلا یه میان وعده میخوریم، یهو انرژیمون میاد بالا بعد دوباره افت میکنه. با این سبک غذایی این اتفاق دیگه نمیفته. از ساعتی که از خواب بیدار میشی تا زمانی که بخوای بخوابی انرژیت انگار یک دسته. تو تمام روز سطح انرژیت بالاست. دومین موضوع گوارشته که حسابی تنظیم میشه. مشکلاتی که مربوط به معده میشه، به اسیدی شدن معده، نفخ کردن، مشکلات شبیه یبوست، همه اینا برطرف میشه. روزهای بعدی مثلا روز دوم سوم قشنگ رو متوجه میشی. سومین مورد تو ظاهر بدنته، یعنی تو پوست و موهات کاملا متوجه میشی
کم کم تیرگی های زیر چشم میره. قشنگ مشخصه که داره بدنت پاکسازی میشه. این پاکسازی که میگم علائم ظاهرش ما در پوستمون میبینیم. شاید حتی حس کنی که مثلا جوش های صورتت کمتر شده. اگر التهاب داری، حساسیت های پوستی داری، حس میکنی که اینا کمتر شده، متوجهش میشی. و از طرف دیگه از درونم داری کبدت رو پاکسازی میکنی. سیستم گوارشت رو داری پاکسازی میکنی. گردش خونت رو داری پاکسازی میکنی. چهارمین مورد خوابه. بچه‌هایی که حس می‌کنین زیاد می‌خوابید، مخصوصا تو فصل بهار، یا بعضی میگن ما تو فصل زمستون زیاد می‌خوابیم، همش کسلیم، هر چی می‌خوابیم انگار خستگیمون برطرف نمیشه، مشکلی هم تو هورمون‌ها و در واقع آزمایش خونیمون مشخص نمیشه، ولی همش کسل و بیحالیم. بچه‌ها فوق‌العاده میشه. هم خوب و عمیق میخوابی، هم تایم خوابت کمتر میشه. اگه تا امروز مثلا حس میکردی 10 ساعت میخوابی ولی سیر نمیشی از خواب، بعدش باز خسته ای، اینجا میبینی شاید 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت میخوابی، سرحال پر انرژی بلند میشی. دیدی یه وقتی از خواب بلند میشیم انگار تازه باید بگیریم بخوابیم، کاملا این مشکل برطرف میشه. مورد بعدی اشتهای. بچه‌ها اصلا انگار که این رژیم، این سبک غذایی مثل تنظیم باد واسه ماشین. یعنی حتی اگه نمیتونی همیشه اجراش کنی، یه بازه زمانی کوتاه، 1 هفته‌ای، 2 هفته‌ای اجراش بکن. انگار که همه چیز بالانس میشه. اشتهای کاذبت به خوردن قند و شیرینی، به خوردن غذای زیاد، به کافئین زیاد، همه اینا متعادل میشه. بعد چند روز خودت میبینی که انقدر انرژی دارم، مثلا انگار نیاز به قهوه یا چای ندارم، مثلا نیاز به کافئین ندارم. و بعدم گفتم بهتون این رژیم قلیایی نیستش. حالا بعد یه ویدیو بعداً در مورد قلیایی بودن غذاها و بدنمون صحبت کنم، ولی تا حد خیلی زیادی بدنمون رو قلیایی میکنه. مثل نتایجی که بچه‌ها میگن خیلی جالبه. کسایی که میگرن داشتن و این مدل غذایی رو رعایت کردن، میگرنشون از اگر مثلا در طول هفته 5 بار 6 بار حمله داشتن خیلی کمتر شده. یا کسایی که معمولا مشکلات معده داشتن، مثل سوزش معده، مثل اسیدی شدن معده، اینا همه کم شده. نشون دهنده این هستش که فضای بدنمون از اون حالت اسیدی کم کم خارج میشه و به سمت قلیایی شدن میره. چطوری شروع کنیم از همین حالا که این ویدیو رو میبینیم این رژیم رو اجرا کنیم؟ اون کاغذ قلم رو اینجا الان میخوام. اول از همه چیزایی که من دارم میگم کاملا حدودیه. خب دقت کنیم، از اینجا به بعد همش میگم حداقل، حداکثر، حدوداً. یعنی چی؟ یعنی میخوام هر کسی متناسب با خودش وعده های غذاییش رو تنظیم کنه. ما در طول یک روز به صورت نرمال 5 تا وعده غذایی داریم. 3 تا اصلی یعنی صبحانه، نهار، شام، و 2 تا هم فرض میکنیم میان وعده داریم. حالا این میان وعده میتونه مثلا یه اسنک باشه، یه نوشیدنی باشه، یه میوه، یه اسموتی، آب میوه یا هر چیزی. خب شما در طول یک روز که 5 وعده داری، از این 5 وعده حداقل باید 50% خام باشه. حالا دلیل اون 555 رو اینجا هم میبینی. مجموع توضیحاتی که میدم وقتی که اعدادشو با هم جمع میکنی هی میبینی چند تا 5 پشت سر هم تکرار میشه. پس از 5 وعده تو 50%ش باید خام باشه حداقل. یکی میگه من میتونم 100% وعده‌های غذاییم رو تو بازه زمانی که میخوام اینو رعایت بکنم خام بکنم. چه بهتر، نوش جونت. اما برای من سارا 100% خام در طول یک روز آزاردهنده است، اذیتم میکنه. پس حداقل 50%، حد اکثرم که میشه 100% خام. وقتی میگم خام، خب مشخصه دیگه، غذاهای حیوانی میره کنار. ما که نمیتونیم محصولات حیوانی رو خام مصرف بکنیم. پس محصولات گیاهی که خام هستن، دانه چیا، تخم کتان، کینوا، شادونه، کلی دانه دیگه که حالا تو فرهنگ غذا خوردنمون هست و اگرم نیست کم کم بیارش. آجیل ها مثل انواع و اقسام مغز ها دیگه، و سبزیجات هم که دیگه تا دلت بخواد. پس چیزهایی که میشه خام مصرفشون کرد. وقتی میگیم 50% از 5 وعده، نگو خب من 2.5 وعده میتونم پخته بخورم. نه، نهایتا 2 وعده رو در واقع پخته بخور. اون 2 وعده یعنی چی؟ نه یا بگی خب پس من نهار و شاممو پخته میخورم و میام وعده هامو خام. خسته نباشی، خودمون که نمیخوایم گول بزنیم. از این 2 وعده که در طول یک روز، یعنی 5 وعده در طول اون میتونیم 2 وعدهشو خام، 2 وعدهشو پخته استفاده کنیم. یه دونه میان وعدت باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه نوشیدنی گرم، هر چیزی که حرارت دیده باشه
پروسس شده باشه، چه تو آشپزخونه ای تو، چه تو کارخانه و بسته بندی شده تو سوپرمارکت ها. اینا هم در نظر بگیرید. هر چیزی که حرارت دیده باشه میشه پخته. پس رب پخته است. سرکه پروسس شده، اونم پخته حساب میشه. ولی اگر میوه ها رو توی آفتاب مثلا خشک میکنی اشکالی نداره. پس از این 5 وعده قرار شد 2 وعدهش پخته باشه. اگر دوست داری که یکیش میتونه مثلا میان وعده نوشیدنیت باشه، نوشیدنی گرم باشه، و یکی از غذاهای اصلیت باشه. و اما توی یک روز از این 5 تا وعده فقط یه دونه محصول حیوانی میتونی مصرف کنی. اگر میخوای اون محصول حیوانیت از لبنیات ها باشه، من پیشنهاد میکنم ماست و دوغ و شیر نباشه. از پنیر یا کشک یا مثلا کره یا خامه مثلا استفاده بکن. اگرم که میخوای گوشت باشه، حالا دیگه باز به انتخاب خودت. اما اینطور نیست که بگیم پس ما هر روز یک وعده گوشت داریم و نه. بذار بریم جلوتر توضیح میدم. این شد از برنامه یک روزمون. خب حالا در طول یک هفته چطور؟ در طول یک هفته اگر روزی 5 وعده غذا بخوریم، 5 تا 7 روز هفته میشه چقدر؟ 35 تا. پس ما در طول یک هفته 35 وعده میخوریم. از این 35 وعده حداقل حد اکثر 3 وعده میتونی گوشت بخوری یا محصول حیوانی. وقتی میگم محصول حیوانی یعنی مثلا عسل حیوانی، انواع لبنیات حیوانی، حالا انواع گوشت ها، چه دریایی باشه، چه مرغ باشه، چه گوشت باشه دیگه، گوشت قرمز باشه، فرقی نمیکنه. حداقل یعنی همه ما حداقل 1 وعده در طول یک هفته گوشت رو احتمالاً نیاز داریم. شاید کسایی باشن که کمتر هم نیاز دارن. و حد اکثر اگه ورزشکاری و خیلی خوب مثل من مثلا زیاد تمرین میکنی، روزی 90 دقیقه تا 2 ساعت تمرین میکنی، شاید دیگه ماکسیموم نیاز داشته باشی هفته‌ای 3 مرتبه یک گوشت بخوری، که باز اونم قطعا گوشت های دریایی سالم ترن به نسبت مرغ و مثلا گوشت قرمز. پس وقتی گفتم در طول یک روز تو میتونی 1 وعده حیوانی داشته باشی، مثلا اون وعدت یه ذره پنیر باشه، عسل باشه، نه اینکه هر وعدت گوشت باشه، هر روزت گوشت باشه. و در طول یک هفته تو نهایتا 3 مرتبه گوشت میخوری. بچه‌ها در هیچ اصول تغذیه‌ای به شما نمیگه هر روز گوشت بخور. نه طب مدرن الان از هر پزشک تغذیه‌ای بپرسی به تو میگه هفته 1 روز برات کافیه. نه طب‌های سنتی که اگه بهشون علاقه‌مند باشی که اصلا میگن 40 روز 1 بار هم گوشت برای بدن کافیه. بستگی داره به میزان فعالیت و نیاز بدن تو. پس من بعد دست تو رو باز گذاشتم بین 1 تا 3 بار گوشت در طول هفته. در طول روزم که تا میتونی کمش کن، اگه میتونی حتی اون یه دونه وعده هم حیوانی نکن، ولی اگر هم هوس کردی تخم مرغ، لبنیات رو از این دسته که گفتم میتونیم استفاده بکنیم. و اما 2 موردمون یه سری اصول که باید رعایت بکنی حتما، و یه سری ممنوعیت ها، یعنی بعضی آدم ها خب نباید این سبک غذایی رو اجرا بکنن. اولین اصلی که میخوام حتما رعایت کنی تو مدل غذا خوردنت، چه این سبک رژیم 555 چه هر سبک غذایی که داری، اونم حالت ساده‌گرایی، خلوت‌گرایی یا همون مینیمالیسته. بچه‌ها مینیمالیست یعنی اینکه ما هر چیزی رو، اگر دکور خونه است، اگر لباس پوشیدنمونه، اگر غذا خوردنمونه، به ساده ترین حالت ممکن اجراش کنیم. این خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی میگم اگر الان داری صبحانه میخوری یا یک ظرف غذا نهار شام میومده واسه خود حاضر کردی، خیلی ساده باشه، از تعداد مواد اولیه کمی تشکیل شده باشه. سعی کن از خوردن غذاهای پیچیده خودداری کنی. یعنی چی؟ من الان به تو گفتم میتونی در طول یک روز 1 وعده حیوانی داشته باشی. خب اون 1 وعده حیوانی اینطور نباشه که هم کره بذاری، هم خامه بذاری، هم پنیر بذاری. نه، یکیش. امروز بگو من میخوام کره مثلا با نون بخورم، با یه ذره آجیل روش. خب 3 تا دونه چیز، نون که حالا پخته است، میتونه پخته اون روزت نون باشه، یه کمی آجیله که پروتئینی که میخوای تامین میکنه، و یه کمی کره که حالا کره خوبی اگه باشه چربی مورد نیاز بدن تو تامین میکنه. روز بعد مثلا اون بشه پنیر، روز بعد اون بشه خامه، روز بعد اصلا هیچ کدوم بشه میوه فقط. پس ظرف غذایی که جلوی خودت میذاری تو یک وعده و نگاش میکنی، سعی کن که تعداد مواد اولیه کمی توش باشه.
و این سادگی رو توی ترکیب ها هم رعایت کن. یعنی چی؟ بذار اینو جلوتر به عنوان یک اصل جدا بهت میگم که قشنگ توی ذهنت بمونه. اصل دوم بچه‌ها تنوع و خلاقیته. به هر کی میگی رژیم بگیر، حالا هر نوع رژیمی، سریع یه کاسه سالاد میاد تو ذهنش که 4 تا گوجه و کاهو خیار داره. اگه قرار باشه من سارا که روزی حداقل 1 ساعت 2 ساعت ممکنه ورزش کنم، گاهی بیشتر، وقتایی که ضبط کلاس ها رو دارم که خیلی بیشتر، با یک کاسه سالاد زندگی کنم که اصلا انرژی بدنم از کجا میاد؟ ازت میخوام که تنوع بدی. اگر میخوای وعده های شامت سالاد باشه، اینطور نباشه که هر شب یه سالاد کاهو ساده باشه. انواع اقسام سبزی ها، کلم ها، سبزیجات، آجیل ها، دانه ها رو به سالادت اضافه کن. تنوع بده به سس ها. نرو این سس های سوپرمارکتی که خب قطعا نمیتونیم بخوریم تو این دوره دیگه. بیا یه بار رب انار بزن. البته رب انار پخته است، جزو وعده پخته در نظرش بگیر. رب انار بزن، یه روز آب نارنج، یه روز آب پرتقال، خودت چیزهای خوشمزه درست بکن. پس تا میتونی خلاقیت به خرج بده. فکر کن بشقاب غذایی که میخوای درست بکنی صحنه نمایش خلاقیت توه. تا میتونی خلاقیت به خرج بده. مثلا شاید ما ایرانی ها از نخود فقط توی آبگوشت و آش استفاده کنیم، در صورتی که کلی پیش غذا میشه با نخود درست کرد به عنوان وعده غذایی پخته روزمون، که چون نخود کلی هم خاصیت داره، پروتئین داره و کلی موادی که برای بچه‌هایی که میخوان که حتما پروتئینشون هم از محصولات گیاهی تامین بکنن، نخود باید جزو وعده‌های اصلی غذاییتون باشه. سومین موضوع اندازه است. بچه‌ها ما تو این رژیم اصلا به شما نمیگیم که کمتر غذا بخور، کمتر برنج بخور. نه، اگر یه روزی برنج رو گذاشتی وعده پخته غذایی خودت، هر چقدر دوست داری بخور. اصلا این رژیم خودش اشتهای تو رو تنظیم میکنه. ناخودآگاه نمیتونی که زیاد غذا بخوری. پس همون اول به خودت خیلی گیر نده و خودتو اذیت نکن واسه اینکه حالا کمتر غذا بخورم. پس هر میزانی که دوست داری از غذاها، از میوه ها مصرف میکنی. ولی طبیعتا موادی که قند دارن، درست قند طبیعی یعنی میوه ها، ولی به هر حال قند دارن دیگه، سعی کن تو خوردن اینا ملاحظه کنی. مثلا شب مواد قندی نخوری، یا صبح خیلی زود مثلا مواد قندی نخوری، یعنی میوه ها رو نخوری و بذاری به عنوان یه میان وعده قبل از بعد از ظهره. و اگر قصد داری لاغر شی، خب تو حدی هم حجم غذات رو هم کنترل بکنی. اصل چهارم اصل اصولی و در واقع مقوی غذا درست کردنه. یعنی چی؟ یعنی به این فکر نکن که خب حالا مثلا اونجا گفتم ساده باشه غذات، ولی نه به این معنی که همش ما 4 تا کاهو و گوجه و خیار بخوریم. به خواص غذاها دقت کن، به چیدمان بشقابت دقت کن. بگو مثلا من الان ورزش کردم، میخوام الان یه بشقاب غذا بخورم، میخوام توش پروتئین باشه، فیبر کافی باشه، مثلا ویتامین ها باشه. خب میام یه سالادی درست میکنم که هم توش سبزیجاته، هم توش دانه ها هستن، هم یه روغن طبیعی خوب روش میریزن، هم از حبوبات استفاده میکنم برای پروتئینش، از بروکلی استفاده میکنم. یک مقداری دانشمون رو در مورد مواد غذایی ببریم بالاتر که وقتی یه بشقاب غذا میذاریم جلومون اصولی باشه، از نظر اینکه هم مواد مورد نیاز بدنمون رو بهمون بده، هم قیمه ها رو نریزیم تو ماستا. یعنی چی؟ بچه‌ها توی یک وعده میوه رو با لبنیات نخور، میوه رو با گوشت نخور، سبزیجات اگه داری میخوری دیگه حالا بهش گوشتم اضافه نکن. سعی کن که یه تناسبی داشته باشه. یعنی مثلا میدونی به خودت چی بگو که مثلا دارم یه سالاد میخورم که این سالاد همه موادی که از تو زمین رشد کرده. خب من دیگه به این نمیام مثلا یک محصول حیوانی اضافه کنم. مثلا ترکیباتی مثل سالادی که روش گوشت هست، مرغ هست، اینا کار خوبی نیست. میشه جدا جدا خورده شا، ولی همزمان توی یک وعده نخورید. اگر میخوایم بخوریم با فاصله، مثلا سالاده رو بخور، نیم ساعت که گذشت بعد گوشت رو بخور. یا مثلا اگر قرار گوشت بخوری دیگه بعدش میوه نخور بلا فاصله، بعد ازش خیلی بگذره. منظورم از اصولی ایناست که حالا تو ویدیوهای بعدی هی راجع به این اصول مختلف صحبت میکنیم. و پنجمین اصل تناسبه. بچه‌ها همه اینا رو گفتم. از همین لحظه که شروع میکنیم بشقاب غذای سارا با تو فرق میکنه، تو با اون یکی هنرجو فرق میکنه. هر کسی باید متناسب با
تیپ بدنی خودش، نیازهای بدن خودش از این اصول استفاده کنه و همین رژیم رو پیاده کنه. هممون یک رژیم گرفتیم اما بشقابمون خیلی با همدیگه فرق میکنه. برای مثال تو ممکنه الان توی شهری، توی کشوری زندگی کنی که یه سری میوه‌های استوایی هست. من یه جایی زندگی میکنم که یه سری سبزیجات خاص هست. پس دستور غذاهایی که من میذارم اینجا توی کانال یوتیوبم یا هر جای دیگه، اینو فقط واسه ایده گرفتنه. تو متناسب با شرایط محیطی خودت، مثلا فرد جنوب انواع و اقسام خرماهای خوشمزه میتونه بگیره، اونجا ارده هم زیاده، میتونه بره ارده های خوشمزه بگیره. یه کسی مثلا توی منطقه استوایی، توی کشور استوایی زندگی میکنه که تو کشور سردسیری زندگی میکنه، شاید دلش بخواد حتما دو وعده رو گرم بخوره. یکی تو کشور گرمسیری زندگی میکنه میگه من میخوام همه رو خام بخورم و میطلبم. پس بر اساس شرایط محیطیمون سبد غذاییمون رو انتخاب میکنیم. سعی کنید که تا میشه از موادی که تازه تو محیط شما قرار میگیره استفاده کنید. نرید سراغ مثلا میوه ها و سبزیجاتی که از یک کشور دیگه وارد شده، کلی فریز بوده. درسته فریز کردن خیلی خواص مواد در بین نمیبره، ولی تا میتونید از مواد تازه که تو محل خودتون، تو شهر خودتون، تو کشور خودتون رواله و خیلی انبار نشده، خیلی یخ زده نشده، از این چیزا استفاده بکنیم. و تناسب فقط هم به محیط نیست. تناسب یعنی متناسب با بدن خودت. ما از کجا بفهمیم که تیپ بدنیمون چیه؟ علاوه بر این که تجربیات من از رژیم‌های غذایی باعث شد که برسم به این رژیم، دانش من در زمینه آیورودا کمکم کرد که این رژیم رو برای خودم و برای شما طراحی کنم. آیورودا چیه؟ باید یه ذره داستان براتون تعریف کنم. گذشته های خیلی دور، حدود 5000 سال پیش، اولین نوشته های دست بشر در وداها بوده. وداها مجموعه اصول زندگی، در واقع یک حکمته، بهتر بگیم حکمت ودایی، اولین اصول زندگی کردن رو به آدم ها یاد میداده. این حکمت ودایی بعدها میاد بخش بندی میشه. مثلا یه بخشش میشه یوگا، یه بخشش میشه آیورودا، یه بخشش میشه جیوتیش یا همون ستاره شناسی، یه بخشش میشه واستو یا چیزی شبیه فنگشویی. همه اینها با هم دانش‌هایی هستن که حکمت زندگی رو میسازه، به آدم‌ها یاد میده چجوری زندگی کنن، چجوری تغذیه کنن. پس آیورودا و یوگا خواهر و برادرن. حالا کدومشون دختر کدوم پسر دقیقا نمیدونم، ولی دو تا خواهرن، اینجوری بگم. نمیشه که تو یوگا بکنی و آیورودا ندونی. کسی هم که آیورودا میدونه حتما یوگا میکنه، چون میدونه که جسم ما، یعنی هم بحث فیزیولوژی و اندامهای داخلی، هم این اندامهای بیرونی، پس باید رو همش کار کنیم. جسم ما با ذهن ما در ارتباطه، پس باید مدیتیشن هم بکنیم. حالا خود کلمه آیورودا یعنی چی؟ آیور به معنای زندگی و ودا به معنای دانشه. پس آیورودا یعنی دانش زندگی. من از این آیورودا فقط میخوام راجع به بخش تغذیهش استفاده کنم و این رژیم رو در واقع درست کردم و میخوام به تو کمک بکنم که این مقداری خودتو بشناسی، بگی تیپ بدنی من چیه، حالا رژیم من چقدر میتونه خلاقانه باشه، چه چیزهایی رو من میتونم تغییر بدم تو این رژیم متناسب با بدن خودم. اصول برای هممون یکیه، ولی هر کدوممون متناسب با تیپ بدنی خودمون سبد غذایی خودمون و بشقاب غذایی خودمون رو میچینیم. وگرنه آیورودا خودش یک ماجرای طولانی، اصلا پزشکی داره، بخش جراحی داره، نمیدونم بخش زنان و زایمان داره. در واقع یه جورایی طب سنتی اصیله دیگه، قدیمی ترین طب سنتیه که بقیه همه طب ها بعد از اون از آیورودا ریشه گرفتن. و در آیورودا اعتقاد بر اینه که غذای ما میتونه دوای ما باشه. ادویه های داخل خونه ما میتونه دوای ما باشه اگر متناسب با تیپ بدنیمون ازشون استفاده کنیم. در آیورودا به این تفاوت تیپ ها یا مزاج ها ما میگیم چی؟ دوشا. یعنی ما میگیم آدم ها از ترکیب عناصر مختلف ساخته شدن و دسته‌بندیشون کردیم به 3 تا دوشا یا 3 تا تیپ بدنی مختلف. تیپ بدنی واتا، تیپ بدنی پیتا و تیپ بدنی کافا. شناخت هر تیپ بدنی هم خودش نیاز به ساعت‌ها توضیح داره که ان شاءالله میذاریم واسه ویدیوهای بعدی. الان میخوام فقط چند تا نشونه بگم که ببینی شاید الان
تیپ بدنی واتا در تو غالب شده باشه. بچه ها ما ممکنه همزمان هر سه تا از این ویژگی ها، از این تیپ های بدنی رو داشته باشیم. یه روزها یکیش خودش رو بیشتر نشون بده، یه دورانی از زندگی کمتر خودش رو نشون بده. فقط کافیه که ما این علائم رو بشناسیم، بگیم آهان الان مثلا قسمت واتای بدن من از تعادل خارج شده. حالا باید چه جور غذاهایی بخورم که متعادل شه؟ الان مثلا پیتای بدن من از تعادل خارج شده. البته پیتا، واتا و کافا فقط در بدنمون نیستن. ممکنه ویژگی‌های روانی هم برای ما ایجاد بکنن. پس خوب گوش بده. تو ممکنه در حال حاضر فقط یکی از این تیپ های بدنی رو به صورت غالب و خیلی بولد در خودت ببینی، ممکنه 2 تاشو ببینی، ممکنه 3 تاشو ببینی. هر کدوم هست، هیچ کدوم بهتر یا بدتر نیست. فقط کافیه اون چیزی که هست در تعادل باشه. یعنی ما در یوگا و در آیورودا به تفاوت‌های فردی احترام میذاریم. تو ممکنه یک تیپ بدنی باشی، مثلا کافا، در سلامتی و تعادل ممکنه همون کافا باشی در وضعیت نامتعادل و خدای نکرده بیماری. تیپ واتا معمولاً آدمایی هستن که نگاهشون میکنی خیلی لاغرندامن، یا اصطلاحاً ما تو فارسی بهش میگیم ترکه‌ای طرف. دقت بکنین معمولاً خیلی در تلاشن، یا اگر ورزش میکنن دنبال ورزش هایی که یه ذره حجم بگیرن، عضله بیارم. مثلا من تا میگم بچه‌ها رژیم، میگه من نمیخوام لاغر شم و من تازه میخوام وزن بگیرم. اینا واتایی‌ان. واتا از نظر انرژیایی از ترکیب 2 عنصر هوا و فضاست. به فضا تو یوگا میگیم اتر. این دوتا که با هم ترکیب میشن واتا رو میسازن. پس همه ما در وجودمون داریم و در خیلی جاهای جهان هستی هم ما این عناصر رو میبینیم. برای همین میگم وقتی میگم تیپ واتا، نه اینکه فقط اندام، ممکنه ذهنیت باشه. ترکیب هوا و اتر یه ترکیب خیلی سبکیه، اصلا وزن نداره. برای همین اینا لاغرندام هم هستن، خیلی سبک وزنن. استخوناشون مثلا مشخصه، استخون آرنج، استخون زانو، کاملا برجستگی‌های استخوانشون رو میبینی. درست مثل هوا سبکن دیگه، سبکن و خیلی پر جنب و جوش، چون هوا خیلی راحت میتونه جابجا بشه دیگه. دارم میگم که تو ذهنت بمونه. آدمای پر جنب و جوشین. همین جنب و جوش زیاد شاید باعث بشه از نظر ذهنی یه ذره آدمهای تند و تیز و پرخاشگری باشن، آدمایی که زود عصبانی بشن. دقت بکن به ویژگی‌های هوا و فضا. سرد هوا و سبک خشک، پس اینا احتمالاً ممکنه تو فصل سرما استخوان درد و درد مفاصل رو هم تجربه کنن. پس اگر الان واتا رو در خودت غالب می‌بینی، باید تو غذاهات از چه غذاهایی استفاده کنی؟ وقتی داریم این رژیم رو می‌گیریم همه‌شو خام نخور. وقتی داریم این رژیم رو میگیریم همه وعده های در طول روزت رو خام نذار، ممکنه اذیتت کنه. سعی کن حتما 1 یا 2 وعده پخته رو داشته باشی، یا اگر غذای پخته نداری حتما یه نوشیدنی گرم بخوری اگر واتای غالبی داری، چون ممکنه که برات احساس نفخ و گاز و دلدرد ایجاد بکنی یا اصلا هضمش برات سخت باشه. سعی کن خیلی خوراکی های ترش و تلخ و حالت گس هم نخوری. به جاش واتایی‌ها خیلی راحت میتونن از برنج و پاستا و نون و سیب زمینی و از این جور چیزا استفاده کنن، از گندم و جو، ولی نسبت به حبوبات یه ذره کمتر از اون یکی‌ها مصرف بکن از غلاتی که گفتم، چون حبوبات ممکنه هضمش برات سخت باشه و حتما باید خوب بپزشون. و همینطور از در واقع میوه هم که به تعادل هممون باید رعایت بکنیم. و همینطور از آجیل ها هم محدودیتی نداری به خاطر چرب بودنشون، چون میتونی راحت مصرفشون بکنی ولی ممکنه برات سنگین باشن، پس اون رو هم باز به تعادل. اما از نظر محصولات حیوانی، واتایی‌ها کسایی هستن که اگر الان تو واتا هستی، نه اینکه تو همیشه واتا باشی. یا بچه وقتی میگم واتایی معنیش نیست که تو الان واتایی و همیشه واتا بودی و خواهی بود، نه، ممکنه این عوض بشه در طول دوران‌های مختلف زندگی. اگر الان واتایی هستی، به نسبت تیپ‌های بدنی دیگه از همه مجازتری به خوردن محصولات حیوانی. حتی خیلی وقتا نیازشونه واتایی‌ها که حتما یک کمی گوشت یا یه ذره لبنیات مثل پنیر رو مصرف بکنن. بریم سراغ پیتایی‌ها. اگر واتایی‌ها از عنصر هوا و اتر تشکیل شده بود،
عنصرهای وجودیشون. اینجا کسی که پیتا در خودش غالب میبینه ترکیب آتش و آبه. معمولا پیتایی‌ها آدمای متعادلی هن. یعنی مثلا یه ذره شبیه من، از نظر اندامی میگم، سرشونه های پهنی دارن، قدشون متوسطه، وزنشون نه خیلی بالا میره نه خیلی پایین میاد، خیلی راحت میتونن، گوارششون خوبه، راحت میتونن غذاها رو هضم بکنن. اما اگر پیتایی هم از تعادل خارج بشن چه اتفاقی میفته؟ ممکنه که پوست و موهاشون چرب بشه، احساس کنن که آکنه زیاد میزنن، ممکنه خیلی وقتا غذاهای چرب بخورن، مثلا مثل آجیل‌ها، احساس کنن که اصلا حالت تهوع میگیرن، نمیتونن اینو غذاها رو هضم بکنن. اگر بخوام تو دسته‌بندی غذاها بگم، تو وقتی که پیتایی هستی بین غلات یعنی گندم و برنج و جو و حبوبات و آجیل‌ها به تناسب از همش مصرف کن، چون در کنار عنصر آتش عنصر آب هم هست، اون گرماه رو خنثی میکنه. و میوه هم که باز مثل همه باید به تعادل مصرف بکنیم. از نظر محصولات حیوانی هم باز میتونی مصرف کنی، ولی چیزایی که چربی کمتری داشته باشه و به اندازه واتایی هم نیاز به گوشت نداری. پیتایی‌ها کلاً فعالن، بدنهای قوی دارن و اگر مثلا یه پیتایی گروه خونیش او هم باشه، مثلا او مثبت، میگه که وای خیلی سخت گیاهخواری کردم. برای همین میگم خودتو اذیت نکن، توی این رژیم خواستی در طول روز یک بار لبنیاتو داشته باش و در هفته دیگه اون نهایت 3 وعده گوشت رو هم اگر نیاز بدنت هست و ورزش زیاد میکنی، بدن خیلی عضلانی داری و نیاز پروتئینت بالاست، میتونی دریافت کنی. و اما کافایی‌ها اونایی هستن که میگن بابا ما آبم میخوریم چاق میشیم، مثلا چیزی نخوردم که چاق شدم. معمولا از بچگی تو پرن، یعنی ممکنه اضافه وزنم نداشته باشن، در واقع دچار چاقی نباشن، ولی هیچ وقت استخونی هم نیستن. هیچ وقت مثلا نگاهشون میکنی ترقوه ها معلوم نیست، هیچ وقت مفاصلشون برعکس واتایی‌ها مشخص نیست، همیشه گرد و قلقلی ان، تو پرن، اصطلاحاً به فارسی میگیم تو پر بهشون دیگه. بچه‌ها هر آدم توپری قرار نیست لاغر کنه. قرار نیست یه کسی که کافاییه بشه یه استخونی ترکه‌ای مثل واتایی. پیتایی هم نمیتونه مثل اون بشه. تو باید تو همون جایی که هستی به عنوان یک فردی که ویژگی‌های واتا داره، همون ویژگی‌ها رو به تعادل برسونی. چطوری؟ باید سعی کنی که از مواد قندی و چرب تا میتونی موادی که سنگین هم هستن دوری کنی، چون عنصر تشکیل دهنده کافا در واقع خاک و آبه. خاک و آب وقتی با هم ترکیب میشن یه ترکیب خیلی سفت و محکمی میسازن دیگه و سنگین. در نتیجه تو باید سعی کنی غذاهای سبک بخوری، یعنی از بین وعده‌های غذایی سبزیجات رو بیشتر از همه بخور. شاید تو اون کسی باشی که اگر کاملا خام گیاهخواری بکنی اصلا اذیت نشی، ولی خب من اذیت میشم چون من کافا خیلی کم دارم، بیشتر پیتا هستم و خیلی وقتا هم واتا. از بین آجیل ها هم سعی کن آجیل هایی که کمتر چربن بخوری، یا مثلا پروتئین تو بیشتر از سبزیجاتی که پروتئین خوب دارن مثل قارچ و بروکلی استفاده بکنی. از بین غلات هم باز به تعادل، یعنی نون و برنج و نمیدونم گندم و جو اگر میخوای مصرف کنی ترجیحاً یه چیزی که سبوس داره و هضمش بهتره مصرف کن. معمولاً کافایی‌ها خیلی آدمای مهربون و بساز و صبوری هم هستن، برعکس پیتایی‌ها که وقتی پیتا غلبه میکنه بهشون مثلا خیلی پرخاشگر و تند و تیز و فعال و بدو بریم این کارو بکنیم و حتی ممکنه به صورت منفی کنترلگر بشن. اما کافایی‌ها معمولاً آرومن، صبورن، مهربونن، بسازن، کنار میان با آدمو. بچه‌ها هر کدوم از اینا که الان به ما غلبه کرده معنیش این نیست که بده، معنیش اینه که ما باید به تعادل برسونیمش. هیچ کسی قرار نیست طبع خودش رو به کلی عوض کنه، چون که همه ما هر ستا رو داریم، فقط باید این تنظیماتش رو مثل همون تنظیماتی که گفتم رعایت بکنیم. من پزشک نیستم، پزشک تغذیه نیستم، به اندازه یک مربی ورزشی، مربی یوگا از تغذیه، آناتومی و فیزیولوژی میدونم. پس تو اگر که مشکل، محدودیت یا بیماری یا شرایط خاصی داری که الان تحت درمانی که تغذیه مسئله مهمیه برات، حتما با پزشکت مشورت کن. اصولی که گفتم رو یادداشت کردی؟ 1-2 روز اجراش کردی؟ به دکترت بگو من میخوام اینجوری غذا بخورم، اوکیه؟ برای مثال بچه‌ها خیلی معتقدن که
ما خیلی از آمینو اسیدهای ضروری بدنمون، خیلی از پروتئین ها رو فقط میتونیم از گوشت دریافت بکنیم. بعضی هم که مخالفشونن میگن نه، کی گفته مواد گیاهی هم پروتئین داره؟ بله، سبزیجات هم پروتئین داره، اما من هر زمان که برای چکاپ دوره‌ای مراجعه میکنم، چه به دکتر زنان چه دکتر تغذیه‌ام یا هر کس دیگه، ازم میپرسه، میگه که مثلا گیاهخواری، چون میدونن دیگه اگر تو دوره‌های گیاهخواری باشم حتما به من B12 میدن. یعنی پزشکان معتقدن که ما فقط از گوشته که B12 رو دریافت میکنیم، ویتامین B12 رو. در نتیجه به خاطر اینکه نگران این موضوع نشن برای من B12 مینویسن. و از طرف دیگه هم اینم به من دکترم همیشه میگه که هفته یک بار واقعا گوشت برای من حداقل کافیه و اصلا بدنم بیشتر از این نمیطلبه. پس میخوام بگم که اگر شرایط خاصی داری، مثل بارداری یا مشکل خاصی، محدودیت خاصی، حتما با پزشک مشورت کن. بگو من میخوام اینجوری غذا مصرف کنم. ممکنه بده نکته بگه، اولا بگه خیلی خوبه، ممکنه بگه نه مثلا تو الان شرایط خاص داری، نباید انجامش بدی. پس مسئولیت این مورد با توئه. اینا اصول تغذیه‌ای برای همه نیستن. هیچ وقت هیچ چیزی برای همه مناسب نیست، چون ما به تعداد آدم‌ها بالانس همین تیپ‌های بدنی رو داریم. درسته هممون اینا رو داریم، ولی به تناسبش با هم دیگه فرق میکنه. و اما آخرین موضوع، این رژیم انقدر میتونه خوشگل باشه. توی این رژیم غذایی، سبد غذایی تو انقدر میتونه خوشگل باشه که اصلا همه اعضای خانواده وقتی که سر میز با تو میشینن دوست دارن از غذای تو توی این رژیم غذایی تا میتونی، گفتم، سادگی، خلاقیت، تنوع و مواد مغذی بودن و اصولی تغذیه کردن رو رعایت کن. با این شرایط میبینی که حتی اگر تو مسئول غذا درست کردن برای خانواده هستی، رعایت این نکات اصلا سخت نیست، به خاطر اینکه اینقدر غذاها توی این سبک غذایی خوشمزه است و رنگ و لعاب داره که ممکنه همه اعضای خانواده دوست داشته باشن که همین رژیم رو داشته باشن. اما یادت باشه به بچه‌ها اصرار نکنید که این مدل تغذیه کنن. بچه‌ها هم میرن تو دسته افرادی که ممکنه براشون مناسب نباشه. تو به عنوان یک آدم بالغی که مشکل خاصی هم نداری میتونی امتحانش کنی، ولی مطمئن باش که وقتی غذای تو میاد سر میز، همه اعضای خانواده عاشق این غذاها میشن و اصلا خیلی وقتا متوجه نمیشن که تو رژیم داری. بچه‌ها، یکی از سختی‌های رژیم غذایی گرفتن اینه که وقتی ما رژیممون سخت و اصول خیلی خاصی داره، وقتی اعضای خانواده متوجه میشن ما رژیم گرفتیم، یه جوری برامون مانع ایجاد میکنن، به خاطر اینکه نگران سلامتیمون میشن، میترسن که ما بدنمون به کمبود بیفته، یا اصلا غذایی که درست میکنی رو دوست ندارن. اما این رژیم اصلا اینطوری نیست. تو تنوع غذاها داری. میتونی مثلا برای شام که کنار خانواده هستی اون محصول حیوانی رو درست بکنی، مثلا میخوای خورشت با گوشت درست بکنی، اون رو بذاری برای شب که در کنار خانواده‌ات هستی، یا انقدر تنوع میوه و سبزی و حبوبات و آجیل داشته باشی که خیالشون راحت باشه تو مواد مغذی داری مصرف میکنی و اصلا قرار هم نیست که تو سفره‌تو از بقیه جدا بکنی. هر آن چیزی که سر میز میبینی، سر یک میز غذا، حتی تو مهمونی، حتی تو سفر، حتی تو رستوران، برای تو قابل استفاده است توی این رژیم. فقط کافیه چیدمانت رو خلاقانه خودت بالا پایین کنی و تنظیم بکنی. راستی اگر که تیپ‌های بدنی برات جالب بود، حتما بر من کامنت بذار که ویدیوی بعدی بیام تک تک این تیپ‌های بدنی رو با جزئیات روانی، عاطفی و فیزیکی براتون توضیح بدم و بگیم که چطوری میتونن که رژیم مخصوص خودشون رو متناسب با همین رژیم 555 اجرا کنن، یعنی چه موادی رو کمتر چه موادی رو بیشتر مصرف کنن. تا ویدیو بعدی، ناماسته.